میدونستید چرا زنان و دختران ایرانی نباید چادر سیاه استفاده کنند؟ حتما از رسم زنده به گور کردن دختران در بعضی قبایل تازیان خبر دارید. برخی از دختران این قبایل برای ادامه فرزندآوری زنده به گور نمی شدند و تعدادی زنده می ماندند و تنها راه برای پوشاندن این ننگ و شرم از دید تازیان پنهان کردن دخترها در سیاهی و تاریکی و استفاده از چادر سیاه بود که متاسفانه بعد از یورش تازیان این جهالت را به غیرت و حیا چسباندند تا ایرانیان مجبور به استفاده از چادرهای سیاه رنگ بشوند. این در حالی بود که لباس باستانی زنان ایرانی با وقار و در عین حال پر از رنگ و زیبایی بود و همچنین در ایران باستان اکثریت مردم زرتشتی بودند و در دین زرتشت رنگ سیاه نماد اهریمن و شیطان است. به خاطر نادانی و جهالتمان زندگی مادران و همسرانمان را حرام نکنید. برای آگاهی بیشتر از تاریخ ایران این پست را تا جایی که میتونید به اشتراک بگذارید و پیج ما را دنبال کنید.